اگر تصوف به معنی تزکیه و پاکی و صفایی و تصفیه قلب باشه، اذن و اجازه پدر و مادر دو ضرور نیست، بخاطر که هر انسان هر مسلمان به مکلف است که باید او خدا پاک کنه، اخلاق رذیله و اخلاق بد خدا از وجود دور بکنه و خدا ملبس به اخلاق نگه تخلیه عن الرذائل تحلیه بالفضائل. ایره میگن تصوف، بیعات، تزکیه، پیری و مریدی به همین معناست که در این مسیر، در این صحبت، این اثرات و این اعمال و اخلاق رذیله و خراب تو دور شوه، امی تصوف تو این رگمال شوه. چی میگن؟ سیقل، رگمال میگن نه؟ رگمال شوه، مثل که سر آیین زنگ میآیا، سر دلی تو زنگ آمده به گناه کردن، به ترک نماز، به نافرمانی الله، به مخالفت پیامبر صلی الله علیه وسلم، به دیگر مشکلات. سر قلب تو زنگ آمده، زنگ توسط صحبتای نیک، توسط قرآن، توسط حدیث، توسط بزرگا، مجالس نیک، اس سیقل شوه تاکہ ای بدبختی ها و ای زنگ که سر قلب تو آمده ای سیقل شوه، ای پاک شوه. ای به اجازه والدین چی ضرورت داره؟ به ای هر مسلمان مکلف است. اگر وا خفام باشن لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. پدر و مادر میگه نماز نخواندگه بس نماز نمیخوانی. وی که تصوف و بیعت فرق، ایره من یک موضوع دیگه وضاحت داده بودم که در بین ازی فرق وجود داره. خو اگر بیعت به این معنی، تصوف به این معنی که تزکیه و پاک کردن خود و عمل نیک و مسجد رفتن و خانقاه رفتن و مدرسه رفتن و پیش بزرگان نشستن و پیش شیوخ رفتن، این دیگه یک کاری هست که به اجازه کسی ضرورت نداره. باید به این کل ما متوجه باشیم و حتی کسایی که در زیر دست ما هست به این راه سوق بکنیم. این راه هدایت است، این راه کامیابی است. با هر کسی که بشینی مانند زمو میش، اگر با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه شوی. این پودریا خو در مکتب نخواندن که چی رقم پودر کشیده میشه، نه در کدام پانتون خواندن که پودر چی رقم کشیده میشه، نه در مدرسه کسی یادش داده که پودر چی رقم کشیده میشه. خیلی چرا پودری میشن؟ خو کتی دیگه پودری میشن از این پودری جور میشه. یگان نفر که کتی ملا صاحبه و کتی صوفیه بشینه سبا ریش لا میکنه و هم لنگی دست میگه اینه صوفی شده. چی شده؟ صوفی شده. یعنی ازوا رنگ میگیره، رنگ ازوا سرشان غالب میشه. یک نفر با کمال، با هوش، با سواد برو برای یک هفته که دزدا بگرده از یم دزد جور میشه. مادرزاد خو کس دزد نمیباشه، که دزدا گشت دزد میشه. یعنی مجلس او اقدر تاثیر میکنه. پس بناء خود ما اولادای ما باید ما تشویق کنیم به مجالس نیک، به مجالس دین، نشست و خیز با اهل الله، با علماء، با بزرگا، دستاربندیا، خانقاه، مجلس ذکر، تاکه و رنگ بگیرن از این مجالس، رنگ بگیرن و درای اصلاح برن و سبب نیکنامی و سربلندی ما هم در دنیا باشن و هم در